خب امروز قراره بریم سراغ یکی از عمیق‌ترین و قدرتمندترین داستان‌های بشریت. داستانی که فقط درباره گذشته‌های دور نیست، نه، این داستان درباره خود ماست، درباره ریشه‌هامون، انتخاب‌هامون و سرنوشتی که هر روز باهاش روبرو میشیم. داستان با همین جمله فوق‌العاده شارانه شروع میشه. خب این چی به ما میگه؟ از همون اول داره به ما میگه که وجود ما از تضادها ساخته شده. خاک شیرین و شور، نرم و سخت. اینها همه نماد پیچیدگی‌های درون خود ماست. خب حالا بیایید بدیم تو دل بخش اول این روایت و ببینیم این فرایند دقیق و هنرمندانه ساختن اولین انسان چطور پیش میره. ببینید مراحل چقدر دقیق و حساب شده است. اول از همه خاک از جاهای مختلف جمع میشه. بعدش با آب مخلوط میشه تا به یه خلوص خاصی برسه. بعد از اون یه پیکر با تمام جزئیاتش شکل میگیره و آخر سر برای مدتی رها میشه تا سخت و محکم بشه. انگار یه مجسمه ساز داره با صبر و حوصله شاهکارش رو خلق میکنه. و اینجا میرسیم به لحظه کلیدی داستان، نقطه عطف ماجرا. اون مجسمه گلی بی حرکت با دمیدن روح تبدیل میشه به یه موجود زنده. این یه جهش فوق‌العاده از ماده به معناست. اما ببینید این فقط زنده شدن صرف نیست. این روح با خودش یه سری ابزارهای فوق‌العاده میاره. ذهنی که فکر کنه، قدرتی که انتخاب کنه، توانایی تشخیص خوب از بد و حواسی که باش دنیا رو درک کنه. اینها دقیقاً همون چیزهایی هستن که ما رو انسان میکنن. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، سرشت انسان از همون اول با این تضادهای درونی تعریف شده. گرما و سرما، شادی و غم. همین ترکیب پیچیده است که زمینه همه درگیری‌ها، احساسات و انتخاب‌های سخت آینده ما رو فراهم می‌کنه. خب حالا میرسیم به اولین امتحان بزرگ داستان. یه جایی که خدا از فرشته‌هاش میخواد این مخلوق جدید رو به رسمیت بشناسن. یه فرمان ساده که قرار همه چیز رو برای همیشه تغییر بده. ببینید این سجده فقط یه حرکت فیزیکی نیست. یه جورایی یه آزمون وفاداریه. یه جور تایید کردن جایگاه ویژه‌ایه که به آدم داده شده. در واقع یه تست فروتنی در برابر این مخلوق جدیده. همه این فرمان رو اجرا میکنن به جز یک نفر، ابلیس. و دقیقاً همینجا داستان وارد یه فاز کاملاً جدید میشه. این اولین سرپیچیه، اولین نه گفتن در برابر فرمان الهی و معرفی آنتاگونیست اصلی داستان. خب حالا سوال اینه که چرا ابلیس سجده نکرد؟ نکته جالب اینه که این یه تصمیم الکی و یهویی نبود. نه، پشتش یه منطق و یه جور استدلال خیلی خاص وجود داشت. منطقش این بود: من از آتشم، اون از گل. آتش ذاتاً از گل برتره، پس چرا من باید به موجودی پستر از خودم سجده کنم؟ میبینید؟ همه چیز سر همین غرور و تکبره، همین حس برتری بینی. اینجا این تضاد رو خیلی خوب میشه دید. یه طرف آدم رو داریم آفریده از گل که نماد پذیرش و فروتنیه. طرف دیگه ابلیس رو داریم آفریده از آتش که با تکیه به همین تکبر میورزه و سرپیچی میکنه. درگیری اصلی داستان تو همین دوگانگی خلاصه میشه. آتش در برابر گل، غرور در برابر پذیرش. اینجا یه نکته خیلی مهم هست. ابلیس بلافاصله نابود نمیشه، بلکه بهش مهلت داده میشه. چرا؟ برای اینکه این آزمون برای آدم و نسلش ادامه پیدا کنه. در واقع حضور ابلیس بخشی از این امتحان بزرگ میشه و اینجوری زمینه برای بخش بعدی داستان آماده میشه. و حالا داستان میره به مرحله بعدی. آدم حالا در بهشته، یه جای امن و آروم پر از نعمت. ولی یه امای بزرگ وجود داره، یه هشدار خیلی خیلی مهم. تصور کنید که زندگی ایدئال، یه جایگاه امن، همه چیز عالیه. اما وسط همه اینها یه هشدار خیلی واضح و شفاف داده میشه. حواست به دشمنت ابلیس باشه. یعنی خطر کاملا مشخص و شناخته شده بود. خب انگیزه این دشمن چی بود؟ داستان میگه حسادت. حسادت به جایگاه آدم. و همین حسادت باعث شد که آدم رو فریب بده. فریبی که منجر به یکی از بزرگترین و سرنوشت سازترین معامله های تاریخ شد. بیایید با هم به این جدول نگاه کنیم تا عمق فاجعه رو درک کنیم. ببینید چه چیزهایی با هم معاوضه شدن. یقین تبدیل شد به شک. عزم راسخ و اراده جاشو داد به سستی.
و اون شادی و سرخوشی مطلق تبدیل شد به ترس و پشیمانی. این فقط از دست دادن یه مکان نبود، یه تغییر کامل درونی و بنیادین بود. اما آیا داستان اینجا با پشیمانی و حسرت تموم میشه؟ نه. جالبه که ببینیم چطور دقیقاً از همین نقطه شکست یه راه جدید باز میشه. یه فرصت دوباره برای شروع جدید. و اینجاست که لحن داستان عوض میشه و امید جای ناامیدی رو میگیره. در توبه باز میشه، یعنی با وجود اون اشتباه بزرگ راه بنبست نیست، یه راهی برای جبران و بازگشت وجود داره و اون رحمت خداست. خب این مسیر بازگشت چطوریه؟ 3 مرحله کلیدی داره. اول، خود خدا کلمات رحمت و توبه رو به آدم یاد میده. دوم، بهش وعده قطعی بازگشت به همون بهشت رو میده. و سوم، اون رو به زمین میفرسته، جایی که قرار خانه جدیدش باشه. خانه آزمایش. پس زمین چیه؟ یه زندان برای تنبیه؟ نه. داستان بهش میگه خانه آزمایش. یعنی یه جایی برای زندگی کردن، برای بچه دار شدن، برای رشد کردن و برای امتحان شدن. یه جورایی یه سکوی پرتاب برای عملی کردن اون وعده بازگشت. پس نکته کلیدی و قدرتمند داستان همینه. هبوط یا فرود اومدن به زمین یه مجازات نهایی نیست، بلکه شروع یه سفر جدیده، شروع همون تجربه انسانی که همه ما داریم از سر میگذرونیم با همه سختی‌ها و زیبایی‌هاش. و در نهایت این داستان ما رو با این سوال عمیق تنها میذاره. آیا این ماجرا داستان یه سقوطه یا داستان شروع یه سفر برای برگشتن به خونه است؟ شاید کل پیام داستان نه در مورد از دست دادن که در مورد وعده زیبای بازگشت باشه. یه چیزی که واقعاً میشه بهش فکر کرد.